خودشون نیست جناب عالی اظهار نگرانی از اون کردن که امروز برخی از بانوان ما تقلید به بیگانه پرستی میکنن، لباس بیگانه رو ببر میکنن و احترام خاص رو نسبت لباس ملی اظهار نمیکنن. در برآمدشون در روز مادر نیز همین چیز تاکید گردید و در مجلس به قریبی شده ایستاده در وابسته به 10 سالگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها جناب عالی سفارشات مشخص وابسته به مسئله مذکور با وزارت دارای داخلدار سپارش دادند. گفتن لازم است که کمیته در این سمت کار را خیلی زیاد گذرانده ایستاده است. ما در حقیقت این زمان گروه‌های تبلیغاتی تشویقاتی تشکیل کردیم وابسته به تبلیغ لباس ملی و این زمان ما یک لباس نمونه‌های لباس ملی رو پیشنهاد کردنی هستیم. گفتن لازم است که تو این روز این کوشش ها بودن. شما میدونید که من 2 سال پای هم فستیوال لباس ملی جلوه حسن خنده حسن جلوه چکن و سال گذشته جلوه حسن رو برگزار نموده بودیم با مقصد معرفی نمودن لباس ملی. ما نیت داریم حاضر یک دستورالعمل تفصیلی لباس ملی رو پیشنهاد نماییم با مقصد معرفی نمودن اون رکن‌های اساسی ملی که در لباس ملی امروز تجسم یافتند. شما میدونید که هر یک دولت مستقل حقوق حمایت کردن امنیت دولتی خود را دارد. در برابر این حقوق حمایت کردن ارزش‌های ملی خود را دارد. شما میدونید در برآمد جناب عالی پیشوای ملت قید کردند که امروز لباس ملی امروز رکن فرهنگ ما است و ما باید به حمایت آن را برآوریم و از اون رکن‌های بیگانه‌ای که امروز به لباس ملی ما آورده شده است و به سر زن‌های ما بار کرده شده است، ما امروز لباس ملی خود را از این احتیاط کنیم. ما امروز نمیگیم که بعد بانوان آموزیم که چه خیلی لباس پوشیدن نکنیم. ما تنها میخواهیم که آن بویگری تاریخی که ما داریم حفظ کرده شود و در برابر این البته لباس ملی با تقاضای زمان با مرور وقت البته یک الیمنت های معین رو به خود کسب کرده است، به خود قبول کرده است و ما امروز میخواهیم که لباس ملی خود رو در آن شکل تاریخیش نیز نگاه داریم تا اینکه آن فراموش نشود. در برابر این البته لباس معاصری زمانوی رو که از متاهای ما خاص ملت ما دوخته شدن ما تشویق و ترغیب البته آن رو نیز میکنیم. ما به مقابل سطر و حجاب مبارزه نمیبریم، ما تشویق و ترغیب لباس ملی رو برآورده ایم و امروز در برابر پیشگیری پوشیدن زنان سطر و حجاب پیشگیری پوشیدن لباس‌های از جانب برخی دختران که لباس‌های بی‌ادبانه و با فرهنگ و با ملت و با فرهنگ ملی ما و با دین ما مناسب نیستند، امروز ما با آن نیست گفتن امروز رو باید در ما نیست قربانی می‌کنیم.